الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستم از سلسله برنامه‌های راهنمود سنت و موضوع ما همچنان موضوع تبرک است و در این برنامه می خواهیم در مورد تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت بکنیم و اقسام تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم به خدمت شما بینندگان عزیز مطالب را بیان بکنیم. اما قبل از آن اجازه دهید که مقدمه کوتاهی در یک موضوع داشته باشیم و آن این که این را بدانید الله سبحانه و تعالی در وجود بعضی از بندگان خود که از جمله آنها رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند خیر و برکتی را الله تعالی قرار داده که این خیر و برکت قابل انتقال نیست. فقط الله سبحانه و تعالی این خیر و برکت را برای شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم داده و قابل انتقال نیست و قابل انکار هم نیست. بنابراین الله سبحانه و تعالی یک سری خیر و برکت های چنانچه ما گفتیم در اوائل برنامه هایی که در مورد بحث تبرک صحبت کردیم، الله تعالی گفت بیدک الخیر، همه خیرها و همه برکتها از جانب الله و توسط الله و از دست الله سبحانه و تعالی است. چیزی نمیتواند از اینها بیرون باشد. این برکت را خداوند متعال در وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشته که در وجود دیگر اشخاص نگذاشته که انشاءالله ما این را بحث مفصلی در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی این را بدانید که این برکت و این خیری که خداوند جل جلاله در وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم، وجود نازنین و مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشته، این برکتی است که فقط الله تعالی داده. در مورد تبرک نمودن به رسول الله صلی الله علیه و سلم یا طلب خیر کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم، از وجود پیامبر یا از رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم، در واقع میتواند به دو دسته تقسیم بشه. یک نوع تبرک معنوی هست. تبرک معنوی مثل رسالت، مثل عمل کردن به رسالت پیامبر، ایمان آوردن به رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم، این خودش نوع تبرک است. تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم. نوع دیگر تبرک حسی هست که تبرک به ذات و به آثار پیامبر صلی الله علیه و سلم میشه که هر کدام از اینها از خود توضیحاتی داره. اول ما میپردازیم به بحث تبرک معنوی یا همان تبرک که بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم و با آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردن و تبعیت کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم. اصلا وجود پیامبر رحمت است. الله سبحانه و تعالی خودش در قرآن عظیم الشان میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای پیامبر، ما تو را نفرستادیم مگر رحمتی برای عالمیان، برای انسانها، برای جنیات، برای حیوانات، برای همه و همه پیامبر برکت است. وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و سلم سراسر خیر و برکت است و نوع برکت معنوی همانا فرستادن شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم به رسالت و چنگ زدن به رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. کسی که میخواهد تبرک به پیامبر علیه السلام بجویه، باید این که این انسان از پیامبر صلی الله علیه و سلم متابعت بکنه، از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی بکنه تا این که به خیر و برکت و فلاح و رستگاری دنیا و آخرت نائل بشه. از جمله خیر و برکت هایی که از پیروی کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم هست اینه که الله تعالی میفرماید در سوره مبارکه آل عمران آیت 31: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بیننده گرامی خوب توجه داشته باش. قل ان کنتم، الله میفرماید ای پیامبر بگو
ان کنتم تحبون الله، اگر شما الله را دوست دارید، فاتبعونی، از من پیامبر متابعت بکنید. وقتی که انسان از پیامبر متابعت کرد، الله چیکار میکنه؟ یحببکم الله، الله این انسان را دوست خواهد داشت، الله شما را دوست خواهد گرفت. چی زمانی؟ زمانی که شما از رسول او پیامبر صلی الله علیه و سلم متابعت بکنیم و پیروی بکنیم. اینجاست که الله شما را محبوب خود میگیرد، الله شما را دوست خواهد داشت. و همچنین و یغفر لکم ذنوبکم، اگر شما از پیامبر صلی الله علیه و سلم متابعت کردیم، اگر شما از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کردیم، و یغفر لکم ذنوبکم، الله تعالی گناهان شما را میامرزد، گناهان شما را مغفرت میکند، میبخشد. این خیر فراوانی است، این برکت بزرگی است که الله سبحانه و تعالی برای کسانی نصیب میکند که آنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب قلبها و پیامبر محبوبمان و رسول الله صلی الله علیه و سلم که همانا محبوب ذات پروردگار متعال هستند، کسی از ایشان متابعت بکند، پیروی بکند، الله سبحانه و تعالی به او این خیر و برکت را نصیب می کند که الله او را به عنوان دوست می گیرد، الله او را دوست می دارد و همچنین گناهانش را عفو می کند، می بخشد. این خیر و برکتی است که الله سبحانه و تعالی فقط و فقط برای کسانی نصیب می کند که آنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم متابعت بکنند. و این خودش تبرک جستن هست. این نوع تبرک یعنی تبعیت از پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیروی کردن از دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم، آنچه را که پیامبر علیه الصلاة و السلام برای ما لازم دانستند، پیروی کردن از دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم، این تا روز قیامت وجود داره. بنابراین می توان گفت که این نوع تبرک یعنی تبرک معنوی به رسول الله صلی الله علیه و سلم که همانا تبعیت از ایشان می باشد، تا روز قیامت برای فرد مسلمان هست. تا روز قیامت برای فرد مسلمان لازم است که به این نوع برکت در واقع جستجو بکند، این نوع برکت را و طلب بکند این نوع برکت را که برکت به تبعیت از رسالت پیامبر علیه الصلاة و السلام و از اینکه پیامبر علیه السلام چیزی را دستور فرمودند انسان اطاعت بکند. این نوع تبرک است که تا روز قیامت برای فرد وجود دارد و باید به این نوع تبرک بجویند. این را میگویند تبرک به پیامبر علیه السلام تبرک معنوی. اما نوع دیگری در اینجا وجود دارد که تبرک در واقع حسی هست. تبرک حسی، این نوع تبرکی است که به ذات پیامبر علیه الصلاة و السلام و به آثار پیامبر علیه الصلاة و السلام می شود که هر کدام از خود توضیحاتی دارد. ما در اینجا آنچه که در مرحله اول می خواهیم اشاره بکنیم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیم با عنوان خیر و برکت برای امت خود اعطا شدند. وجود پیامبر، وجود نازنین پیامبر علیه الصلاة و السلام سراسر برکت و خیر هست. ذات پیامبر سراسر خیر و سراسر برکت هست. مثلا تبرک جستن از صحابه، ما در زمان صحابه و در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم دلایل مستدل و دلایل قوی و موثق داریم در این مورد که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین به ذات پیامبر صلی الله علیه و سلم، به وجود مبارک و به جسم مبارک پیامبر علیه الصلاة و السلام تبرک جستند. مثلا آنچه دلالت بر این میکنه که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین به جسم مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم تبرک جستند، حدیثی است که در صحیح بخاری آمده که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها این حدیث را روایت میکنند که بنده
از بیان این حدیث از شما معذرت میخواهم. نمیتوانم که کل احادیث را در این مورد بیان شده به خدمت شما بیان بکنم. فقط میگویم که در صحیح بخاری در فلان جا این مطالب بیان شده و عزیزان میتوانند که مراجعه بکنند. این حدیث، این روایت که دلالت بر این میکند که صحابه به جسم پیامبر، به جسم مبارک پیامبر علیه الصلاة و السلام تبرک میجستند، در صحیح بخاری آمده بر روایت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. این حدیث در صحیح بخاری روایت شماره 4439. و همچنین این که صحابه به دستان مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم، به دستان لطیف و مبارک و معطر پیامبر علیه الصلاة و السلام تبرک می جستند، دست پیامبر را می گرفتند و از دست پیامبر علیه الصلاة و السلام برایشان طلب، در واقع خیر و برکت را از آن طلب می کردند. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال این خیر و برکت را در وجود پیامبر نهاده، نه ای که پیامبر یا دست پیامبر این خیر و برکت را بدهند، بلکه خداوند جل جلاله لطف کرده به پیامبر و این خیر و برکت را در وجود نازنین پیامبر علیه السلام گذاشته. تبرک صحابه رضوان الله علیهم اجمعین به دست مبارک پیامبر علیه السلام و به دستان مبارک پیامبر علیه السلام در باز هم در صحیح بخاری آمده به روایت ابو جحیفه، در صحیح بخاری روایت شماره 3553. و همچنین این که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین از وجود پیامبر علیه السلام برایشان تبرک می جستند. روایات متعدد و فراوان در کتب حدیث وجود داره که فقط بنده به 2 حدیث از احادیث صحیح بخاری استناد کردم که یکی به وجود پیامبر یعنی در کل و یکی دیگه هم به دستان مبارک پیامبر علیه السلام که تبرک جستند صحابه رضوان الله علیهم اجمعین. و همچنین صحابه رضوان الله علیهم اجمعین با آثار پیامبر علیه السلام همچنان تبرک جستند که ان شاء الله بعد از میان برنامه به خدمت بینندگان عزیز این مطالب را هم بیان خواهم کرد. حالا اجازه بدید که میان برنامه بگیریم و بعد از میان برنامه به خدمت شما خواهم بود. وصال حق، تابشی از قرآن و سنت. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بگو آیا از معبودانتان کسی هست که به سوی حق هدایت نماید؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند بیشتر سزاوار پیروی است یا کسی که تنها در صورتی هدایت می یابد که او را هدایت کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بینندگان عزیز، در مورد تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت می کردیم. آنچه که به ذات پیامبر علیه السلام و به وجود و جسم مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم، به دستان پیامبر و به جسم مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم مواردی به خدمت بینندگان عزیز بیان کردیم. حالا میپردازیم به بعضی از مطالب دیگر و به بعضی از آثار پیامبر علیه السلام که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین در واقع تبرک می جستند به آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنان با آنچه که از وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. مثلا ما روایتی باز هم در صحیح مسلم داریم به روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه که برای ما ثابت می کند که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین به موی مبارک پیامبر علیه السلام تبرک جستند.
مثلا حدیثی که بیان میشه این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی در منا بودند، وقتی سر مبارک را تراشیدند، موهای خود را در میان صحابه تقسیم کردند و هر کدام از صحابه از موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتند و در نزد خود نگه داشتند. این در واقع برای ما این را میرسانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم خودشان مخالف این موضوع نبودند، بلکه پیامبر علیه السلام هم سکوت میکردند یا اینکه گاهن ترغیب و تشویق کردند نسبت به این موضوع. صحابه رضوان الله علیهم اجمعین موی مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم را میگرفتند و به او تبرک میجستند، چون الله سبحانه و تعالی در او خیر و برکت نهاده و الله تعالی جل جلاله خیر و برکت در موی مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشته است. این حدیث در صحیح مسلم آمده به روایت حضرت انس، روایت شماره 1305 و همچنین روایت دیگری که در این مورد آمده در مورد تبرک جستن به پیامبر علیه السلام این است که حضرت اسما بنت ابی بکر رضی الله عنهما می‌فرماید که وقتی من عبدالله ابن زبیر را متولد کردم آوردم در نزد پیامبر علیه السلام و پیامبر علیه السلام از آب دهان خود در دهان عبدالله ابن زبیر گذاشتن، یعنی فرزند اسما بنت ابی بکر رضی الله عنهما. این حدیث برای ما این را میرساند که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین با آب دهان پیامبر علیه السلام هم همچنان تبرک میجستند. این موضوع در صحیح بخاری آمده، حدیث اسما بنت ابی بکر در صحیح بخاری روایت شماره 5469 و همچنین روایت دیگری باز هم در صحیح مسلم آمده که در واقع ثابت می کند که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین به عرق رسول الله صلی الله علیه و سلم، عرقهای زیبا و مرواریدین پیامبر علیه السلام هم تبرک جستند. مثلا حدیث ام سلیم در این مورد که در صحیح مسلم آمده نشانگر این است که عرقهای پیامبر علیه السلام را میگیرد و داخل ظرف نگه میدارد. پیامبر علیه السلام میفرماند میخوای چیکار بکنی؟ میگه که برای فرزندانم میخواهم، یعنی مفهوم حدیث همین است. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار تایید میکنن، نمیگویند کار بدی کردی و اتفاقا تایید میکنن این کارش را. این حدیث در صحیح مسلم آمده، روایت شماره 2331 و همچنین ثابت شده که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین به لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم تبرک جستند. شخصی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم لباس می آورد، بعد شخص دیگری در داخل مجلس میگوید ای رسول خدا این لباس را به من بدهید، لباس خوبی هست. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم، مفهوم حدیث است، رسول الله صلی الله علیه و سلم این لباس را میدهند به او شخص. بعد از آن صحابه میفرمایند و برایش میگویند که کار خوبی نکردی، پیامبر علیه السلام با این لباس نیاز داشتند، این کار نمی کردی؟ گفت من نمیخواستم، من به این لباس نیازی ندارم که یعنی این لباس را من به تن خود کنم، این را نگه میدارم تا اینکه وقتی فوت کردم این را کفنم کنند، چون میخواه با لباسی که پیامبر در وجود خود گذاشتن و لباسی که از پیامبر علیه السلام بوده چیکار بکنه؟ این شخص توسط این لباس در واقع تبرک بجویه. این حدیث همچنان در صحیح بخاری آمده، روایت شماره 1277 و همچنین روایت دیگری هست که برای ما ثابت می کند که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین حتی در جایی که انگشتان پیامبر علیه السلام گذاشته بوده از اونجا تبرک می جستند. از جای انگشتان پیامبر علیه السلام که گذاشته بوده تبرک می جستند. مثلا در این مورد حدیث ابو ایوب رضی الله عنه، ابو ایوب انصاری رضی الله عنه در این مورد در واقع می تواند برای ما دلیل موثق و محکمی باشد. در صحیح مسلم این روایت آمده، روایت شماره 2053 و همچنین اینکه صحابه به نوشیدنی پیامبر علیه السلام، به باقی مانده نوشیدنی پیامبر علیه السلام، آنچه که را می نوشیدند صحابه رضوان الله علیهم اجمعین به باقی مانده آن آب و نوشیدنی پیامبر علیه السلام تبرک می جستند.
همچنان که این روایت هم در صحیح بخاری آمده، حدیث شماره 2351 به روایت سهل ابن سعد ساعدی. بناهن این مجموع روایات برای ما ثابت می کند که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین به جسم پیامبر، به بدن مبارک پیامبر علیه السلام و همچنین به لباس پیامبر، به عرق پیامبر، به موی پیامبر و به آثاری که از پیامبر علیه السلام بوده تبرک جستند و تبرک می جستند. و همچنین بعد از وفات پیامبر علیه السلام هم صحابه رضوان الله علیهم اجمعین و تابعین و بزرگان به آثار پیامبر علیه السلام تبرک جستند و تبرک می جستند که ان شاء الله این موضوع را در برنامه بعد به خدمت بینندگان عزیز بیان خواهم کرد، چون در این برنامه دیگه بیشتر از این وقت به خدمت ما نیست و در دسترس نداریم بیشتر از این وقت. ان شاء الله در برنامه بعدی به این موضوعات اشاره می‌کنیم که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین و تابعین و بزرگان به آثار پیامبر علیه السلام تبرک جستند بعد از فوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. حتی همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.